سلام گیلاک. شنو گیلاک؟ گیلاک. گیلاک. گیلاک میشنوی؟ خوبی؟ چیکاری؟ راست بعد که میگفتم یاد فرو میشناسی مرگیلا؟ گپ میتونی بزنی؟ قول فلوایو نه جن زده تور گیلا چه کار تو؟ گیلا میشناسی همسایه شمانو؟ ها؟ الو گیلاک کوله بدم تو ها کوله حال معلوم میکنم ما بگی ما پوله گیلا آنه 500 گیلا همسایگاه من چکار شده؟ گیلا گیلا آنه بگیری بگیرک بگی بخور و خرج کن ما شاره والله پیار ازی راست میگفته که گیلاک مشکل پیدا کرده از بست گپ زدی اما هر جامیت یک سر اسیا بی پرکار بری بگفتی عاقبت تمانی شو نمی پول گیلاک ما کیسه تو کنو رو بیبری تا برای خدا حافظ سو وقت خونده سلام علیکم. اول چه بیتاری یارو گله جشتری بخیر خوشی بگن سرقی شدی یا راستاشون به تعمی کجا حتنی میرسی چپا و راسته بی ساز و بی دل میرقصیدی سرقی شده تفلا گله یک من پنبه سنگین تر یا یک گیلاک 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 او ما بچه خالتو نمیشناسی عباس گیلاک سکو طرفه سکو عباس میشناسی وای 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 کل گناه به سر نمی پیار از اینه بگفتین که می ببر تداوی که تداوی نکرد بچه گاه که مریض شد گیلاک او گیلاک گیلاک هو گیلاک گیلاک سکو من میشناسی گیلاک
سگو ماما بله یار مامانیه آه. شما خیلی آدم گشنه ماما هم هستین چرا آدم گشنی؟ داده به شما خاله خوب گفتین کمی گلک رو برن تداوی کنه خب به قصه و نشده نه خب یا به قصه شدون یا نشدون خب یعنی چیکار؟ همین سر کله مرسه کنه شما یعنی تو چیکار کن؟ من همین تنبقول از سر خوله که بزه و تحجو عدنان خور خودی بگیفتی کوکو جو های ماما ما خود بچه خاله خور میگیریم تو خبر داری که اصحاب خور عدس داده او اگه اصحاب خور عدس میدم من همیتونم ترمز به تاش اونا مزد کدی شما بشه فقونه به سر بدون ماما چرا نمیبرن تداوی نمیکنه خب نمیشه دیگه وقتی اصحاب خور عدس داده چیکار کنم؟ ما پیش گفتن گیلک ما بچه خالتون و عباس میشناسی او تا کوچه رای نکنه کیتنه اگه تو رو بازداب نکنی او به 1000 سال تو جونی میزنه حتما تو رو بازداب کردی کجا حساب کردم خدا بازداب کردی دیگه صحیحه دیگه من خب این تو گفتم این گناه ما زیر سر شما خاله منه خب این گناه به زیر سر می چیکار کنم؟ چی شما چرا نمیبرن تداوی نمیکنه وقتی نمیشه دیگه وقتی نمیشه دیگه خوبه دیگه نری رو عذاب نکنی خوب میریم به پیش خود عذاب میکنه آخر شما رو به تجربه میزنه وقتی که ما که پیارینو به من رام نکرد تو بچه خالی رو به تو رام میکنه تو چه میشناسه غیر که بریم رو عذاب کنی حال کندسی میبینه که اعصاب خواهد است چیکار کنم ولی چی خاک سیاه به سر خو کنم من دل من نماست که به چی میشیار شه کل میدشنم یک کشور یک جا می بردم همه میتونه میموندک پیش به ابی پیل پیش که میرفتم داری به ترکت به نازان که چی خوب رو تداوی کنم جامعه انا هر روز یک روز دنیا یک نفر میه به درس و به شکایت میه که به چطور چکار کرده چطور چکار کرده بله مامان نوروز این دیگه اینا برسون در خون رفتن گفتم بتا بخشه بیاین بشینیم سلام علیکم چطورین خیال خوشحالیم بخیرین سلامتین خیال هستین شکر زنده باشین خیریت بود مامان نوروز درس را رفتین برفتیم گفتم سعی کن اگه از این حادثه بچه که خبر دارن گله که اصحاب خور عدس داده از این کار حادثه ما گفتم البته حادثه کرده نه دیگه گفتم ببرم به هند ببرم اگه پیل میلی داریم اون 50,000 60,000 اگر چی داریم اون کمک کنه پول که به خدا مامان نوروز 1-2 لک پولی بودک همینا رو پیار ما گفتم باش که مینا رو ببرم یک چند تا گوسپند بستونم 20-25 تا گوسپند بستونم که به مید قربان جمع کنیم اینا بلکه چارغرانه بشه پول کو شرمنده مامان نوروز پول نیه والله ایشته بوده چه کار بوده که ایت شد یک دم ناسان ای که تیار بود یعنی تقریبا 20 روز 25 روز میشه که میشه اصحاب خور دست داده چای خور میخوره نون خور میخوره اصلا نه پیار میشناسه نه مادر میشناسه هیچ کس نمیشناسه هر چند که میگه تو گاهی وقت همین تو میخنده که قش میکنه حال کار خرابه که بچه ها هم در روز بچه عباس و بچه خاله خورم تو زده به ترجیح کرده که چی بطور کجیره بزده ترجیح زده انیتانه به مشکل خورده ما گفتم دارن پول میلی دارم به من بدن که ببرم به این ببرم مامان نوروز گردن و بند باشه نه ایت بن پول می میوه ایت خو ما مال بمونده پول کاش که شما جلوتر میگفتین که ما گوسپندار نمیستندم هر چی بود من میدادم به شما خدایی سخته مامان نوروز خیلی سخته چیکار کاش که بودی پول شما کی بیتر بود مامان خاطر خود که لکم پول بودی ما میدادم مامان نوروز از ما و شما که گپانیه کجا برم دیگه خب بریم خداحافظ میره ما خیلی ببخش مامان نوروز خدا بخش پول بودی فدای سر شما میکردم همینجا با یک دکتر مکتر میبردیم اور دکتر اینجا چی میفهمه
باز- هم بفهمیدی که اینجوری نشون میداد. بازم بیش نیه می دکترها می شهر ما و شما فهمیده یا مجبورم با خاک سیاهی و سرخ کنم مگر برم هند ببرم دیگه چاره نیست. واقعا سخته. این جوان به می جوانی و اگه بفهمیدی تا کارا میکرد. خدای پاک شفای بده جوانه تلفک.